همه ما می‌دانیم که جو بایدن برای اینکه به نادرستی خود را پیروز انتخابات نشان دهد عجله می‌کند و متحدان رسانه‌ای او نیز به شدت تلاش می‌کنند که کمکش کنند. آنها نمی‌خواهند حقیقت برملا شود. حقیقت ساده اینجاست که این انتخابات هنوز با تمام شدن فاصله زیادی دارد. جو بایدن رسما برنده هیچ ایالتی اعلام نشده است، چه برسد به اینکه برنده ایالت‌های کلیدی و مناقشه برانگیز که به بازشماری آرا رفتند یا ایالت‌هایی که ستاد ما چالش‌های حقوقی مشروع ارائه داده که می‌تواند برنده نهایی را تعیین کند. برای نمونه در پنسیلوانیا ناظران قانونی ما اجازه دسترسی معنادار به نظارت بر روند شمارش آرا را پیدا نکردند. آرای قانونی تصمیم می‌گیرند که چه کسی رئیس جمهور است، نه رسانه‌های خبری. ستاد ما از روز دوشنبه پیگرد قانونی پرونده ما در دادگاه را آغاز می‌کند تا مطمئن شود قوانین انتخاباتی کاملا رعایت شوند و پیروز حقیقی مشخص شود. مردم آمریکا شایسته انتخابات صادقانه هستند. این یعنی که شمارش تمام آرای قانونی و نه شمارش آرای غیر قانونی. این تنها راه برای مطمئن شدن از این است که افکار عمومی به انتخابات ما اعتماد کامل دارند. هنوز هم حیرت آور است که ستاد بایدن با اصول بنیادین مخالفت می کند و می خواهد رأی‌هایی شمرده شود که جعلی و ساختگی هستند یا توسط رأی دهندگان غیر واجد شرایط و یا حتی مردگان انداخته شدند. فقط حزبی که مشغول اقدام نادرست است به صورت غیرقانونی ناظران را از اتاق شمارش آرا بیرون می کند و در دادگاه می جنگد تا مانع دسترسی ناظران شود. پس بایدن در حال مخفی کردن چه چیزی است؟ من تا زمانی که مردم آمریکا شمارش آرای صادقانه‌ای را که لایق آن هستند به دست آورند و تا زمانی که دموکراسی بطلبد آرام نخواهم نشست. رئیس جمهور آمریکا دونالد جی ترامپ.